پیامبرمون صلی الله علیه و سلم در شکم مادر 6 ماه بودن، پدر ندیدن و وقتی به دنیا آمدن مادرش عجیب روایت میکنه که حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم وقتی به دنیا آمدن مادرش میگه که من هیچ احساس تولد ندیدم. بعضی مادرها و خواهرای ما در حالت تولد دست به مرگ میزنن، لیکن مادر حبیب خدا میگه وقتی حبیب خدا حتی میگه حالت حامله بودن اومدم من هیچ مشکلات ندیدم. و وقتی محمد میگه علیه السلام به دنیا آمد فقط احساس کردم که یک نور از وجودم، یعنی از درون من میگه به بیرون برآمد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی به دنیا آمدن به اختیار رفتن باباش در گفتن همون نبیره انتظار بودی به دنیا آمد.